با همکاری خود با شورای جوان مهرور کشور اینجا حضور داریم در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی و طبعا راستی بولیده است. با طبع بولیده برنامه توبوزی رو شروع بکنیم، زیرا دسته خوجند در بیشکک توانست که کوپدگ اشقاباد رو با حساب 3-1 مغلوب کند. خوب قهرمان این بازی رو الکی با شما گفتن، البته دلیل یادگار و همچنین تویر مدادوستف هستند که این توپ رو با ثمر رسوندن و یک افتخار هم هست. من فکر میکنم که در همان گروه ما گفته بودیم که خوجند میتواند که با بازی های من بعد رود، شاید همین طور هم شود، اما یک بازی دیگر هست. ما باشد برمیگردیم به برنامه دو بازی که اینجا در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی صورت میگیرد و میروار. من میگم خوش آمدید به برنامه من. سلام باشه، تشکر زیاد. برنامه ما از اون عبارت است که امروز کلوب مرکزی ورزش ارتش باری اول در تاریخ خود در بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک میکند و التیناسی باشد یک دسته هست که بسیار دسته قدیمه در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. برای چه قدیمه؟ برای اونکه 32 بازی گذرانیده است، 13 غلبه دارد، 13 مساوی و همگی 6 باخت. خوب، در این باره بعدتر صحبت میکنیم. حالا باشد میروار میخواستم بفهمم که شما از این بازی که کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد، شما بازی‌های زیادی این دسته رو شهر دادید، از این دسته چی رو انتظار هستید؟ از این بازی عموما چی رو منتظر هستید که امروز ما و شما این بازی رو میبینیم؟ البته باید ابتدا قید کرد که مسابقه داخلی تاجیکستان لیگ اولی از مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تفاوت دارد، سخت فرق میکند و در حیات کلوب مرکزی ورزش ارتش شماره زیادی از بازیگران تجربه کافی ندارند بیرون از کشور برآمد کردند. از میان اینها تنها نوروز رستمов بود که در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در حیات روشن کلوب یک دفعه برآمد کرده است و خلاص. دیگران حیات جوان جمع آورده است. امین سپوری سرمربی این دسته. البته که بازی اولین زیدی یکی از باشگاه‌های سر تجربه در جام کنفدراسیون آسیا زیدی التناصر خوب نشان خواهد داد که تا کدام اندازه کلوب مرکزی ورزش ارتش با این مسابقه آماده گردیده است که مسئولیت به نهایت بلند بر دوش این دسته گذاشته شده است، چون میزبانی این گروه به طور متمرکز محض باشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش است. در حقیقت گروهی که اینجا بازی صورت میکنند گروهی ای است دوستان گرامی، نوکک بازی بین دسته‌های سوخدیونه و همچنین نفتچی کارابالتای بیشکک قرقیزستان به پایان رسید و همین رو هم گفتنی هستیم که این واخوری با پیروزی سوخدیونه انجام یافت و به شک سوخدیونه یکی از دسته‌های پرزور خواهد بود در مقابل همه دسته‌ای که اینجا حضور دارند. ولی چیز دیگر رو میگم که امین سبحانی سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باوری دارد که امروز کلوب مرکزی ورزش ارتش یک بازی نهایت زیبا نشون میدهد. هرچند حالا میبینم که اینجا ورزشگاه مخلصان خیلی کم هستند، اما به عباره دیگر وقتی که نظر میکنیم اینجا که سربازان در روبروی ما هستند و یک گروه موسیقی هم اینجا آوردند و در جریان این واخوری شما صدای دمبره و تبلک و دیگر سرای و کرده رو هم خواهید شنید. البته ارکستر اینجا جا آمده شده است و این البته خواهد که روحیه فوتبالبازان رو بالاتر برداشت و نوبسته از اون که حالا ورزشگاه پر از مخلصان نیست، مطمئن هستم که با نزدیک شدن با صدای شکی داور از آغاز رقابت مخلصان بیشتر خواهند جا آمد، چون که اطلاع آمده است اومد که چپته های زیاد هم به فروش رفته است میان مخلصان. خب باید اکنون در مورد هیئت ها گپ زنیم استاد که الکی آنها معلوم هستند و هیئتی هم کلوب مرکزی ورزش ارتش و هم دسته التناصر. من میخواستم که پیش از اون که حالا با ما نشان خواهد داد در طریق آنلاین این لحظه ها پیش ما خواهد اومد، اون وقت خواهیم گپ زد. اما دوستان گرامی چیزی دیگر رو میخوام با شما بگم که دسته التناصر که امروز در مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند در مقابل دسته‌های تاجیکستان کلوب‌های فوتبال تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی کرده است و اینجا از کارگردانمون سلطان خواهش میکنیم که نشان دهد با استقلال دوشنبه چمپیون تاجیکستان این دسته 6 واخوری برگزار کرده است و حالا بیاید این همون لحظه رو حالا بهمون نواری رو نشون میدن که اینجا یکی از بازی ها با برد تاجیکستان در لحظه های آخر بود که اینجا گل رو ما زدیم و با بازی های من بعد رو خط گرفتیم. ولی در این 6 دیداری که استقلال تاجیکستان با التناصر داشت 4 واخوری مساوی انجام یافته است و یک واخوری به نفع استقلال دوشنبه و یک واخوری دیگر با پیروزی دسته التناصر ترکمنستان و این بازی هم باید گفت که با منفعت دسته تاجیکستان انجام یافت و با حتی نتیجه پیروزی در کار بود. اما ما در
شهر دوشنبه با حساب نه در شهر ایسور الیخترش با حساب 3-2 بازی رو باختیم. اما در بازی که سال 2017 بود و اون وقت دسته استقلال دوشنبه با بازی‌های فینالی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد. این همون گل دلشاد وصیف رو نشون می‌دهد. همین گل بود سرآغازی برآمدن با بازی‌های پلی آف یا خود بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. گل زیبا هم دلشاد زد، بسیار هم ببینید زیبا چگونه از زیر دست دروازه‌بان و ما توانستیم که با بازی‌های من بعد رویم. اما در بازی که اینجا استقلال با التناصر داشت، یک بازی دیگر در سال 2019 صورت گرفت که این بازی التناصر رو با بازی‌های نیویی برد و این دسته هم رفت سال 2018 در مقابل دسته القوا الجوی عراق و اونها هم با حساب 2-0 مغلوب شدند. ما هم از القوا الجوی استقلال هم شکست خورده بود. خوب با دسته خوجند هم بازی انجام داد. بیا میروار این چون من درباره این بازی بیشتر معلومات جمع کردم بگم که با خوجند هم التناصر دوستان گرامی 3 واخوری انجام داده است، 2 مساوی و 1-0 2-2 و 1 پیروزی بر مقابل خوجند دارد 1-0. یعنی ببین که این یک دسته پرقوتی هست که در مقابل دسته های تاجیکستان خوب بازی میکند. امروز ما یک دستهش کوبدگ رو با حساب 3-1 مغلوب کردیم و این بازی رو هم اگر نصیب باشد با پیروزی جنب بست کنیم. خوب یاد دارم بازی‌های التناصر رو زدید دسته‌های تاجیکستانی، خصوصا در مواسم گذشته با خوجند در یک گروه قرار داشتند. این چنین احال بود خودی التناصر خب خوجند و این چنین استقلال دوشنبه نه در مواسم گذشته در نظر دارم در یک گروه. بله خب امتیازهای برابر آنها کسب کردند با خوجند، 4 امتیازی، 1 پیروزی به دست آوردند و این چنین یک توی مساوی به خرید گرفته شد و باید گفت که اونجا در دسته نصف هم بود. نصف نتیجه 100% رانی شد، 9 امتیاز کسب کردند. خود خوجند و التناصر 4 امتیازی، اما حسابی تناسب توپ‌ها خوجند یک زینه بالاتر موقعش گل کرد، اما حسابی اون که از یک گروه تنها یک دسته میتواند که به مرحله نوبتی رو خط پیدا کند، نه خوجند نه التناصر از مرحله خش و از گروه خش برآمدن نتوانستند. باید گفت که نسبت کوپدک البته التناصر پرقوت‌تر است. دسته رقم 1 ترکمنستان هم به حساب می‌رود. برای همین برای کلوب مرکزی ورزش ارتش نسبت به دسته خوجند کمی امروز مشکل‌تر خواهد بود، زیرا که خوجند هم تجربه کفایت دارد، هم در نسبت دسته ضعیف‌تر برآمد کرد. امروز باشد با دسته رقم 1 خودی کلوب مرکزی ورزش ارتش با هیئت جوان، با سرمربی که وعده های کلان کرد برای مخلصان، او ابراز داشت که من مطمئن هستم و باوری حاصل میکنم به دلیل یک مخلص که ما یک بازی نشون میدیم که همه را به وجد میآورد و مخلصان شاید از ما انتظار هم نباشند. پس از چنین گفته ها 100% میباید که بازی بهتری رو نشان داد. در حقیقت وقتی که شما گفتید که اینجا من میخوام حیات رو بگویم، نوبت حیات هم با ما نزدیک است و اینجا ما میبینیم که همون رختکنه که لباس های فوتبال بازان گذاشته شده است و اینجا مصاحبه رو هم خواهیم دید جایگیر شده است و فکر میکنم که طرز پیشنهاد هم برای مخلصان شاید پسند آماده باشد، چون که البته چندین سال ها است که تلویزیون ورزش فعالیت دارد و همین گونه گزارش‌های خیلی زیبا را پیشکش ما و شما می‌گردد. دوستان گرامی، چیز دیگر را هم می‌خوام بگم که کلوب مرکزی ورزش ارتش تاجیکستان نسبت با فوتبال بازان التناصر از جای سوم بازی میکنیم با چمپیون و اینجا همچنین همین رو هم قد کرده به مورد است که 2 مراتب همگی کلوب مرکزی ورزش ارتش صاحب جای سوم شده است و اینجا حالا میبینیم که فوتبال بازان با میدان میآیند. اکنون میتوانید درباره هیئت دسته ما گپ زنید یا که ترکمنستان؟ فکر میکنم که در همین لحظه ها ما رو مصاحبه خبرنگاران با سرمربیان دسته ها نشان نمیشد از جانب کارگردان. بله، اینجا فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش هستند که حالا وارد ورزشگاه شدند. هم از نظر فنی هم از روح روانی آماده این بازی ها هستیم با آمادگی کامل و تبریک میگم به فوتبال تاجیکستان که با میزبانی خوبه و در میدان خودمون هست و تمام تلاشمون این هست که ما بهترین نتایج و عملکرد خوبی داشته باشیم در زمین. خب ما آنالیزشون رو داریم، همونطور
که اونا هم داشتن. به هر حال فوتبال روز دنیا شما بدون شناخت، بدون تحلیل، بدون آنالیز نمیشه کاری کرد، ولی خب شرایط بازی اون یک بحث دیگه است. در حقیقت با ما گفت که همه بازی‌های این دسته رو دیده است، یعنی در این گروه چی بازی بود چی دسته بود، الکی او با این دسته ها با بازی و بسته ها آشنا شده است و در مقابل اونو یک تاکتیک خود رو راهاندازی کرده است. خوب تا کدام درجه این درست می‌بیاد ما امروز با شما خواهیم بود. حالا فکر می‌کنم که اومدن دسته ترکمنستان آلتین اسیر رو هم انتظار نشیم. آلتین اسیر حالا اینجا ببینید این دسته رو بعدی که گفتن نشون دادن با ما میگیم این دسته هست که 8 مرتبه چمپیون ترکمنستان شده است، 6 مرتبه صاحب جام این کشور، 3 مرتبه سوپر جام کشور رو به دست آورده است، همچنین جام پرزیدنت رو هم 2 مرتبه صاحب شده است. در حیث این دسته 12 نفر بازیکنان دسته منتخب ترکمنستان هستند، اما در حیث اساسی که امروز ما دیدیم حالا 5 نفر هستند. در این باره خواهیم گفت. به هر نوع این یک دسته کوردیده تجربه دار است. فکر می‌کنم که برای فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش دشوار نخواهد بود، چون که ما درجه فوتبالی ما هم خیلی بالا است، ولی گفتیم چون این چمپیون بازی میکند، ولی از طرف دیگر سال 2020 چمپیون ترکمنستان نگذشت و بعدا امسال هم چمپیونشون حالا آغاز شده است و 7 بازی در جام گذاریدند. خب بیاید با یزگوری خوجاگلدیف که از سال 2014 مربی است و به اینجا میآید و سخنهای او هم گوش بدیم. موضوع هم برمیگردیم شاید که اینجا همون مربی کمی دیر کرده باشد برای با مصاحبه آمدن. خب اگر باشد نشون میدن، اگر نه پس بیاید با هیچ دسته هم مصاحبه میگیم. و ابتدا یک چیز رو قید کردن هستم که سرمربی دسته آلتین اسیر یزگولی خوجاگلدیف مخلصی اشدی و درینه تلویزیون ورزش است و خود قید کرد پیش از دیدار که من چندین سال است که تماشا میکنم فوتبال طریق تلویزیون ورزش و بسیاری از برنامه ها رو. خب در مورد هیئت ها میخوام توجه بیشتر از مخلصان رو به هیئت دسته آلتین اسیر روان سازم که هیئت این باشگاه بیشتر عبارت از فوتبالبازان منتخب ترکمنستان و از سال تا سال بازیکنان اساسی این دسته به یگان جا نمیروند و در هیئت دسته باقی میمونند، یعنی که یک دیگر فهمی و اسطوری در سطح بین‌نهایت بلند است در این باشگاه. خصوصا اونها یک بازیکن دارند که در کشورشان ستاره هم محسوب می‌یابد. این رقم 7 دسته است آلتیموراد آنادوردیف که چندین موسم است که باشگاه‌های گوناگونی آسیایی می‌خواند رو به هیئت خود جلب سازند، اما او صادق باقی میماند برای دسته خود و امروز او در هیئت اساسی برآمد خواهد کرد. البته اگر به این هیئت نظر اندازیم و با اون هیئتی که موسم گذشته ضد خوجند بازی کرده بود، هیئت قریب که پورا مانند است، شبیه است، قریب که یگان تغییرات دیده نمی‌شود. اما خود سرمربی دسته خوجاگلدیف یزگولی قید کرد که چند از بازیگران هیئت جوانان رو ما جواب کردیم چون تنقیصی کادری هم احساس میکنیم. تشکر. چون شما درباره سرمربی گفتید یزگولی خوجاگلدیف بر وقت اومده بود و اینجا ما پیش از این بازی آغاز شده است به اینجا آمدیم. گفت در حقیقت تلویزیون ورزش رو تماشا میکند و راضی شد که پیش یک حقوق‌های افریقا رو پایمال کرد و ما اینترویو داد. خوب مصاحبه کند. خب دوستان گرامی، از طرف دیگر حالا اینجا ما می‌بینیم که عظمت احمدوف دروازه‌بان است در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش، علیشیر سفرов محافظتگران، کامران میرزاخان نیمی حمایتگر، خورشید جورایف، تیمور جورایف اینجا هم هست. بله، الچیبک رشیدبکوف در خط هجوم است. در خط میانه باز امروز ادریس امینو هست بازی میکند. خوب نوروز رستمov شما درباره‌اش گفتید که در بازی‌های جام کنفدراسیون اشتراک کرده است. در همین جا هست در خط محافظت کامران ابراهیموف رقم 20 است، واجدین سفرov هم 21، جانبک شریف 22 و همچنین سرگی درونین. این هم بازیگری هست که امروز با ما بسیار کمک خواهد کرد. خوب سرمربی رو گفتیم الکی سپونی است و اینجا میخواستم درباره اون که شما الکی هیئت این دسته رو گفتید، اولا میخواستم از شما درباره این هیئتی که حالا انتخاب شده است از جانب امینی چند سخن پرسم. خوب چگونه هیئت هستین؟ این بیشتر به هیئت شباهت میکند که توجه زیاد روان میشود به مرکزی میدان، یعنی که نیمه مفیدگران پرقوت، نیمه مفیدگران تخریبکار انتخاب شدن از جمله ادریس امینو، خود وایسیدین و همچنین کامرانی
мирзонажод нафароне ҳастанд ки маркази майдонро метавонанд ки хуб идора кунанд. ба як чизи дигар аҳамият диҳад ки ҳамагӣ як ҳамлавари марказӣ интихоб мешавад, дар ҳоле ки дар мавсим дар лигаи олӣ буданд бозиҳое ки тактикаи 4-4-2 ё 4-3-3 интихоб мекард Идрис мазарат сармураббӣ даста Амин Субҳонӣ. танҳо Элчибек Рашидбеков дар пеш бозӣ хоҳад кард. панҷ муҳофизатгар аст. Бале. хуб дарк мекард Амин Субҳонӣ ки иқтидори ҳуҷумкории дастаи Олтинасир бениҳоят баланд аст. барои ин омили муваффақияти даста метавонад ки хати муҳофизаи пурқувват дар ин дидор бигардад. Элчибек Рашидбеков аз зумраи он ҳамлавароне аст ки хуб мубориза бурда метавонад дар муқобили 2-3 муҳофизатгарон барои ҳар як туп мечаспад то ба охири мубориза мебарад ва инчунин ба муҳофизатгарон зиёд кӯмак мерасонад. барои ин ҳам бояд гуфт ки боварӣ комил дорам ки бо нақшаи аввалия бозӣ нахоҳад кард клуби марказии варзиши Артишане ки онҳо аз ҳимоя ба ҳуҷум бале аз ибтидо тӯбро ба рақиб диҳанду вобаста ба вазъият бозӣ кунанд дар аксу ҳамлаҳо. хеле хуб аст, чун мебинем дар гурӯҳи мо аллакай мо гуфтем сухдиёна ғалаба кард ва инҷо хеле пурқувват ҳам ҳаст. ман фикр мекунам ки вақтҳои охир Шарафҷон Солеҳов бисёр худро хуб нишон медиҳад ва шояд ӯ ҳам дар қисми дар нимаи дуюм ба майдон меояд, аммо дар он баробаре ки имрӯз Элчибек масалан бозӣ мекунад, фикр мекунам ки як нав инҷо кӯшиш мекунад ки Элчибек худро нишон диҳад ва дар хати ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва ба майдон омадани Азамат Ахмедов дарвозабони ин даста ки аз оғоз баъди лат бардоштанаш натавонист ба клуби марказии варзиши Артиш кӯмак расонад, ӯ ҳам метавонад дар дарвоза беҳтар бозӣ кунад. воқеан умед дорем ки чунин ҳам мешавад, чун чанд мавсим аст ки дар клуби марказии варзиши Артиш дар хати дарвоза дарвозабонҳои хориҷӣ бозӣ мекунанд. аз Украина, аз Туркманистон буд. инчунин барои чӣ бозии аввалин муҳимияти калон дорад барои клуби марказии варзиши Артиш? дар футбол як иборае ҳаст пиригарет, яъне ки аз ибтидо даромадан бо хоҳиши бениҳоят зиёди нишон додани худ аз ҳисоби таҷрибаи кам метавонад ҳолате шавад ки бозигарон ба иштибоҳҳои зиёд роҳ диҳанд. дар ҳамин ҳолат вазифаи асосии сармураббӣ чунин аст ки рӯҳан ва аз лиҳози равонӣ футболбозонро хуб омода созад ва ба онҳо фаҳмода тавонад ки бар дӯши онҳо масъулияти бениҳоят баланд гузошта шудааст, бениҳоят калон аст мизбонӣ дар ин мусобиқа, яъне ки дар гурӯҳи хеш. аз тарафи дигар бошад ваъдаҳое ки худи сармураббӣ кард ва як омили дигар ки имрӯз рақиби осон нест. дар ҳақиқат дуруст мегӯед. ҳоло чун дар бораи дарвозабон Азамат Ахмедови ӯзбекистонӣ ҳарф задем, вале ман фикр мекунам ки Ҳусниддини Маҳаммадалӣ дарвозабони то ин давр ки бозӣ мекард дар чемпионат 7 бозӣ гузаронд, ҳоло клуби марказии варзиши Артиш дар зини дуюм аст бо 13 имтиёз. фикр мекунам ки инҷо як рӯйҳаи дигаре ки ҳоло ба футболбозони мо кӯмак хоҳад кард, ин ғалабаи Хуҷанд аст. онҳо аллакай медонанд ки Хуҷанд ғалаба кардааст барки бар дастаи Туркманистон. ӯ дар ҷои дуюм аст, ҳоло ҳарчанд унҷо боз аҳал ҳаст. имсол бояд ин дастае ки ҳоло дар Тоҷикистон ҳаст, Алтинасир, мебоист дар ҷоми лиги чемпионҳои Осиё бозӣ кунад, аммо аз санҷиши конфедератсияи футболи Осиё нагузашт ва ба ҷои ин даста аҳал ба он ҷо рафт ва фикр мекунам ки мисли ин даста аҳал пурқувват набуд дар лигаи чемпионҳо, аммо мо метавонем ки бо ҳамин дастае ки ҳоло дар назди мо хоҳад баромад кард, як бозии хубе ҳам дошта бошем. розӣ ҳастам. мо метавонем, аммо чун қайд кардам омилҳои зиёд аст ки метавонад ба бозии дастаи мо таъсир расонад. ибтидо Олтинасир ҳамашон таҷрибадор ҳастанд. тақрибан 3-4 мавсим аст ки онҳо дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё баромад мекунанд ва ҳаят қариб ки куллан тағйир намеёбад. ҳамаи бозигаре ки чандин сол пеш буд дар ҳаят, онҳо имрӯз дар ҳайати асосӣ баромад хоҳанд кард. дар ҳайати клуби марказии варзиши Артиш чун қайд кардем, танҳо Наврӯз Рустамов аст ки дар ҳайати Равшани Куноб дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми КФО бозӣ кардааст халос. дуруст, шумо ҳарчанд инҷо ман мебинам дӯстони гиромӣ мехоҳам ба шумо Алтинасирро ҳам каме муаррифӣ кунам. ман фикр кардам ки меровар каме бисёртар, вале дарвозабон Маҳмед Оразмуҳаммедов ин дарвозабони дастаи мунтахаби Туркманистон аст. дар ҳайати ин даста 17 бозӣ гузарондааст. Мекан Сапаров муҳофизатгар 8 бозӣ гузарондааст ва 1 гол задааст. инчунин Гӯянҷмурод Анагулиев ӯ аз дастаи аҳал ба дастаи Алтинасир гузашт ва имсол аввалин бозиашро дар маҳз ҷоми конфедератсияи футболи Осиё мегузарад, зеро чемпионати Туркманистон шурӯъ нашудааст. баъдан Маълумберди
گوشانف حضور دارد. او در هیئت دسته منتخب نیست. تیمورات انادوردیف علاقه میروار در براش با شما گفت. دوستان گرامی در 11 بازی دسته منتخب اشتراک کرده است و 3 گل را به ثمر رسانیده است. خوب احمد عطوف نیمه حمایتگر است. رحمان مراد بردیف امروز فوتبال بازان التیناصر با 2 حملهگر میبرند که یکی از آنها همین رحمان است که به میدان میآید. خوب مراد انایف این هم یکی از بازیگرانی است که شهرتش در کشور دوست همسایه ما ترکمنستان بالا است. 4 بازی در هیئت دسته منتخب گزارده است. خوب دیگران کی است اینجا؟ بیگمراد بایوف بازی نکرده است در هیئت دسته منتخب. خوب دیگر حال محمدوف بازیگر موقتی موجود است و ولمراد بالاکوف این هم نیمه حمایتگر است. در هیئت احتیاطی اما اینجا امروز سرمربی این دسته گفتم یزگولی حاجگلدیف 2 بازیگری که در هیئت دسته منتخب ترکمنستان بازی کردن در هیئت احتیاطی مونده است. این یک سلیم عطایف و دیگر میخائیل تیتوف است. میخائیل تیتوف این همون بازیگری است که گل دسته التیناصر رو در دقیقه 97 وخوری در ورزشگاه مرکزی شهر ایستور به دروازه دسته استقلال زد و ما رو از دوام دادن مبارزه برای جام کنفدراسیون دور کرد. یعنی طور شما ببینید امروز در حقیقت دسته نیم از نیست زیادی بازیگرانش هیئت دسته منتخب ترکمنستان رو معرفی میکنن، اما ترکمنستان با بازی‌های نهایی جام آسیا برآمده نتوانست و تنها امکان پیدا کرد که در گروه جای سوم رو گیرد. یک بازیش رو از مالزیا با حساب 3-1 باخت، بعدا پیروزی به دست آورد و در بازی دیگر با کشور عمان بود اگر خطا نکنم اونجا هم با حساب 1-0 مغلوب شد. یعنی می‌بینیم که در مقابل اینها بازی کردن ممکن است. همین میروار و تنها با یک نیروی پرقوت، یعنی پیش از بازی بسیاری دسته ها میگن که ما از این دسته مغلوب بشویم، یعنی به شکست هم گرفتار میشوند. بله میشه چنین حالت، اما کلوب مرکزی ورزش ارتش از دوره چنین گونه باشگاهی نیست که قبل از مهلت بر محل آنها تسلیم شوند. مطمئن هستم که بازی خوب را آنها در میدان امروز نشان میدهند و البته ما از آنها تنها پیروزی را انتظار هستیم. بچه‌ای که اشاره می‌کردند از جانب کارگردان وقت هم تنگ است، ما باید که برنامه پیش از بازی رو به انجام رسانیم. به هر نحو حالا من می‌بینم که در برای من اکرم ایستاده است و اینجا اشاره و چگونه است ما باید برنامه تا بازی رو اینجا به انجام رسانیم یا نه. اگر وقت داشته باشیم میخوام شما به ما نشان دهید، چون که با چند سخن دیگر گفته باشیم. اما اگه 1 دقیقه است این خیلی کم است در برندگی و در سخن گفتن. این در هاکی بسیار است در فوتبال، چون که 1 دقیقه میتونه تقدیر بازی رو حل کند، اما ما تقدیر این بازی رو حل کردنی نیستیم. ما امید داریم که کلوب مرکزی ورزش ارتش تقدیر این بازی رو حل میکند و با 3 امتیاز نیروی ما رو هم بیشتر بگردد، چون که شوریان هم از بازی زیبای فوتبال بازان دسته تاجیکستان بیشتر یک قوت پیدا میکنن، یک با وجد میآیند، شادی میکنن، چون که طور میگن با فوتبال هم با پیش، با ورزش هم با پیش و میروار برای اشتراک در بازی در برنامه امروزی تا بازی من اظهار میناداری میکنم و گمان میکنم که این بازی بعدی بازی رو هم کردنی بودیم، اما چون خیلی دیر میشود مخلصان مالکه در خواب هستند پگاه برنامه مفصلی در این باره نشر خواهد شد. دوستان گرامی بیاید یک جای کلوب مرکزی ورزش ارتش رو مخلصی میکنیم، هرچند در ورزشگاه حالا میبینم که آنقدر مخلصانه که علاقه گفتند بلیط ها فروخته شدند و همه گرفتند، اینجا من کم میبینم. به هر نحو بیاید با امید اون که امروز کلوب مرکزی ورزش ارتش به غلبه نایل بشود برنامه ما رو تمام میکنیم، انجام بخشیم. شما هم شاد و پیروز باشید. خیر دوستان.